با سلام خدمت دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به کانال ما. کانالی که 0 تا 100 قلیون رو بهتون یاد میده که در این ویدیو میخوایم با یه ایده ناب که اصلا توی هیچ جای دنیا و ایران اصلا تکرار نشده، ما اومدیم در این ویدیو با این سماور سفالی دکوری یه قلیون ناب بزنیم، قلیونی که واقعا محشر میشه. بینندگان عزیز، سروران گرامی، عزیزان دل، لطفاً اگه میخواین ویدیوهای بعدی ما که آپلود میشه اونا رو هم ببینین تا آموزشاتون کامل بشه، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین یا مشترک بشین، زنگوله رو هم فعال کنین که ویدیوهای بعدی که ما داریم آپلود میکنیم برای شما فعال بشه، نوتیفیکیشن بیاد که شما مطلع بشین ما اینجا براتون با ویدیو رو آپلود کردیم. مرسی. بچه ها تو برش زدنش حواستون باشه دیگه، برشه باید به اندازه باشه، کار خراب نشه. بچه ها سعی کنین با قاشق قشنگ توشو خالی بکنین. ببینید جاتون خالی، چه میچسبه. همه چی دیگه اینجا واضح آشکاره. ببینید چجوری خالیش کردم. خب نوبت میرسه حالا این سریشو برداریم. ببینید هیچی نیست، هیچی توش نیست اصلا، نه سوراخ داره هیچی نداره. بعدش نوبت میرسه به نیمون که اینو قشنگ میذاریم اینجا، نیم اینجا میکنیم بره تو. من با قیچی قشنگ اینو سوراخش میکنم. خب بعد اینکه اینو سوراخش کردیم قشنگ اینو از بالا فشار میدیم میره تو. خب حالا بچه ها سوال میپرسن که آقا چجوری مثلا ما این اندازه‌شو بگیریم، اصلا توشو نمیبینیم که. اینم راه چاره داره دیگه، قشنگ با مثلا انگشت میخوای اینو اندازه بگیری بگی، واسه یه جوری باشه یه انگشت به اندازه یه انگشت بره پایین اوکیه. ببینید از اینجا خب به اندازه یه انگشت میره پایین، یه انگشت فاصله ببینید. خب اضافیشو چیکار کنیم الان؟ اضافیشو میبریم دیگه، کاری نداری که. اضافیشو ببینید از اینجا میبریم قشنگ. اضافیش هم باریدیم.
الان این چجوری شد؟ بعدش نوبت میرسه به خلال. با خلال اینو قشنگ خب بچه خیلی رو نوبت به خلال میرسه. خلال بیا ببینم ایت خلال، میخواییم باهات یه سریع مشتی بزنیم. خلال بیا جلوی کمی، بیا جلو بچه ها ببینم. خب بچه ها اینجوری دقیقا طبق فیلم ببینیم من چجوری خلال رو جا میندازم. بچه تموم شد کار ما. این از سری ما تموم شد. بعد نوبت میرسه حالا ورودی شلنگ. ببینید الان شما از این بغل باید یه جوری وارد بشین خب که این برسه این ور. قشنگ منو ببینید اینجا. ببین الان با سبخان با قیچیه وارد بشم. ببینید از این بالا دقیقا از اینجا. دیدیم بچه ها؟ میتونیم از این نیا هم استفاده بکنیم، میتونیم به جای این اصلا از این شلنگ هم استفاده بکنیم. من میخوام حالا شلنگ میندازم. سعی کنیم من شلنگ رو بیارم. بچه ها این شلنگ رو میگم قشنگ از اینجا میندازیم. اینجا حالا یه کمی گیر داره ولی میره، نگران نباشی میره، هر جایی باشه میره. دیدم بچه چجوری شد؟ بچه ها ببینید قشنگ از بغل اینم رد شد. خیلی هم عالی. میبینیم همینجوری. خب اینم از شیلنگش. بعد نوبت میرسه آقا آب بریزیم توش. آبش حالا بچه ها میگن اندازش هم بگو. کمی حالا آب میریزم. بذاریم که شروع نشه. ببینید یه جلو که اینم از آبش ببینید. خب صدا رو داریم بچه ها ببینید.
دیدید؟ این کمی حالا من آبشو زیاد ریختم. آبشو خالی کنیم. خب الان نوبت میرسه به تنباکو. الان توتونشم بذاریم و تنباکو هم 2 سیب مشتیگالیا سنگین کشم. خب این تنباکو رو ما قبلا خوردش کردیم. اگه دیدین تنباکوتون درشته سعی کنین خوردش کنین. قشنگ وسطش هم باز کنین که بتونه نفس خوبی بده قلیونتون. خب حالا به این اندازه کافیه. خب همین اندازه بسه. بعدش بچه‌ها نوبت میرسه به زرورقش. حالا میخوایم ما براش یه زرورق درست کنیم. این زرورقشو اگه حالا شما لیوان داشتین با لیوان این کار انجام بدین. اگر هم نه من حالا با این قوطی قرصه اینو درستش میکنم. ببین بچه‌ها همین اندازه. به همین راحتی. ببین بچه‌ها خیلی راحته، خیلی. بعدش حالا سوراخشو میزنیم و قلیونمون آماده میشه. یه دونه خلال برمیداریم. بیا جلو یه لحظه اینو نشون بده. سوراخاشو قشنگ میزنیم اینجوری. الان بچه‌ها میگن با یه زغال این چاق میشه. من اینو الان با یه زغال چاقش میکنم. شما ببینید فقط لذت ببرین. خب بریم حالا زغالامون آماده کنیم و بیاریم. بعد قلیون چاقش کنیم ببینیم چجوری حالا. خب بچه زغالم که آماده شد بذاریم و فقط یه نکته‌ای بگم بهتون که موقعی که زغال میذارین بذارین 1 دقیقه بمونه. موقعی که میمونه قشنگ این و اطراف این زرورقه میسوزه دیگه. این اصلا هوا نمیکشه، یعنی میچسبه به این زرورقه. اون وسط اگه فضای خالی باشه اونا حالا دیگه پر میشه. بعدا دیگه راحت میتونیم بکشین. حالا ما صبر میکنیم 1 دقیقه صبر میکنیم
بعدا حالا شروع میکنیم ببینیم حالا چجوریه قلیونمون. بچه ها میبینیم؟ سومین پوکه ها. اصلا صدا رو عشق میکنی خداییش؟ بینندگان عزیز، تا ویدیوی بعدی، تا آموزش بعدی، خدا به همراهتون. خدا.